سلام و درود، خیلی خوش اومدید به کانال آشپزی خودتون. ویدیوی امروز ما شیره توت سفیده. مرحله به مرحله این شیره رو، نحوه درست کردنش رو به تصویر کشیدم. امیدوارم که بتونید یه شیره خیلی سالم و با کیفیت درست کنید. رنگش رو ببینید. بریم برای درست کردن شیرمون. 2 کیلو توت کاملا رسیده میخوایم. توتا رو اول پاک میکنیم تمیز، بعد میشوریم. 1 دقیقه داخل آب بمونه، بیشتر از 1 دقیقه نمونه که اون شیرینی و طعمشو از دست نده. تو این 1 دقیقه هر 30 ثانیه 1 بار آب کشی کنید. توتاتون حتما رسیده باشه. از توت کال استفاده نکنید برای این شیره. 10 لیوان فرانسوی آب میخوایم برای 2 کیلوگرم توت. به ازای هر کیلوگرم توت 5 لیوان فرانسوی آب میخوایم. 2 کیلو هستش توتمون، ما 10 لیوان فرانسوی آب اضافه کردیم. قابلمه رو میذاریم روی شعله گاز. وقتی که جوشید شعله رو کمش میکنیم و اجازه میدیم با حرارت ملایم 1 ساعت توتمون پخته بشه. سر فرصت به امید خدا با توت خشکم براتون شیره توت آموزش میدم. تو این 1 ساعت من توتا رو هی پشت رو کردم تا کامل پخته بشه. بعد 1 ساعت اجازه میدیم یکم ولرم بشه. بعد توتای ولرم رو نگاه کنید. توت و آبشو آروم آروم کم کم، یهویی نه، داخل پارچه نازک میریزیم. از این پارچه های متقال، من از این گونی های برنج استفاده کردم برای تهیه این شیره. از صافی های فلزی، از پارچه های توری اصلا استفاده نکنید. اون پارچه های توری خب باعث میشه که عصارش که نمیاد، هیچ گوشت توت خارج بشه. ما به عصاره و آب توت نیاز داریم، نه به گوشت توت. اگه اون گوشت خارج بشه از اون توریه، حتما شیرتون تبدیل به لواشک میشه یا مارمالاد. اصلا این کارو نکنید. همین پارچه، همین گونیایی که گفتم، اگه پارچه رو نداشتین، این گونیای برنج اکثرا تو خونه ها موجوده. تمیز بشورید، دستاتون هم همچنین تمیز شسته بشه. بعد از این پارچه ها ردش کنید. دیدین دیگه اونم تفاله خشک و بی آبش بود. عصاره رو یا همون آب توت رو میریزیم داخل یه قابلمه نسبتا بزرگ، میذاریم روی شعله گاز. در ابتدا اجازه میدیم بجوشه، بعد شعله رو ملایم میکنیم. حرارت باید ملایم باشه. هول و هوش فکر کنم 3 ساعت طول کشید تا غلیظ بشه. توی این 3 ساعت تا انتهای پخت، باورتون شاید نشه، مدام کف تولید کرد و من این کفا رو هی جدا کردم. نباید خسته بشین دیگه، یه مقدار اذیت میکنه ولی ارزش داره دیگه، ارزش داره. با دست خودمون، با زحمت خودمون این شیره رو تهیه میکنیم. اکثرا دیدین دیگه شیره های بیرون قاطی هست. قاطی میگم، منظورم این که شکرم داخلش ریختن. این ارزش داره. خب در انتهای پخت این نیازی هم نبود، ولی من امتحان کردم، اون کشسانی شد تا لحظه آخر کف تولید کرد. دیگه این کفای آخریه 10 دقیقه آخر دیگه اینا مال خودشون. وقتی که خاموش میکنیم کفا کامل از بین میره دیگه. کفای 10 دقیقه آخر ها، نه کفای اولیه و اواسط کار.
زیر گاز خاموش میکنیم، اجازه میدیم خنک بشه. یه پارچه من کشیدم روش، یه روزم گذاشتم تا شیرم بمونه تو فضای آشپزخونه. بعد 1 روز اینم شیره من از 2 کیلو توت 1 لیوان فرانسوی پر برام شیره داد. میریزم داخل لیوان، به شما نشون میدم نگاه کنید، این اندازه، این مقدار. بعد 2-3 قاشق غذاخوری هم اضافه دیگه. گفتم بهتون نشون بدم، اینم 2-3 قاشق دیگه. همین. انشالله که از آموزش امروز من راضی بوده باشیم. میریزیم داخل ظرف شیشه‌ای تمیز و خشک. نوش جونتون. خوشحالم میکنید. برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید، زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشید.